سلام علیکم. حالتون چطوره؟ انشالله که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به پریفان میوزیک. قراره بریم با هم یک موزیک بسیار زیبا بشنویم از بانو ثریای عزیز. چه بهتر از بانو شبنم ثریا که بریم و دقایقی کیف کنیم، لذت ببریم، با هم دیگه گپ بزنیم و تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. پریسا هستم. حتما. چرا؟ بندم که سینا بودم، اولش یادمون رفت ولی هستیم در خدمتتون. لایک و کامنت هم برای ما فراموش نکنید. حمایت فراموش نشه، حسابی به ما انرژی میدید. حاضرید؟ بریم با عشق همراه شیم. عشق. آهنگ زیبای عشق. همونه عشق کجا روانه است؟ امیدوارم هر چی بانو شبنم ثریا بخونه همون درسته. خودشه. لباساشونو عشق کجا روانم، جواب این گفتنتونم. عاشقشم. دردم باز میخوانم با اشکی پنهان. عشق عشق خوشترین دردی بدی زشت و زیبا آمدی. عشق دردم باز میخوانم با سوزی هجران. عشق عاشقانه با هوای دیوانگی، با خودی خودت تا صدد بیگانگی. دل دادم در قفس ببین که افتادم. عاشقانه با هوای دیوانگی، با خودی خودت تا صدد بیگانگی. دل دادم در قفس ببین که افتادم. چطوره؟ عاشقشم. من عاشق این آهنگم. واقعا آهنگ قشنگی است و واقعا هم یکی از بهترین ورژناش داره اجرا میشه و من هر چی یادم میاد شبنم ثریا جان همین شکلیه. آره ماشاءالله، هزار ماشاءالله. بزنیم به تخته که واقعا فوق العاده صدا و اجرا اکت و فیس و حس و اصلا همه چی عالیه. این و توی برنامه هم که به هر حال دیدیم و صحبتاشون رو شنیدیم قشنگ معلومه مردمی و مهربون و خیلی مهربون و آرام، خیلی آره. آرومن. دقیقا این همین ریتم همین آهنگه. بابا گیتار رو ببین. عشق بگو چه چیزی، چرا که آب رو برزی. دردم باز میدان تو ای دشمنی جان. عشق عشق ای سوالی به جواب، به گناهی با ثواب. عشق دردم وای میدان تو ای درد و درمان. چه شعریه؟ چی شده؟ شعری داره. شعر خیلی خوب. من قفلی کلمات این شعر شدم و نحوه ادایی که بانو داره میکنه اصلا میذاره باش ارتباط بگیری. عشق رو قشنگ میفهمی. وقتی میگه ای گناه باس هوا، اصلا مدلی که خوانده میشه به جز حالا ملودی کار که خیلی خوب سواره روش، حسش میکنی کلماتشو. هر خواننده نمیتونه یه شعر جوری بخونه که ای سوال بی جواب. خیلی قشنگه شعر. تو عاشق این گروه دوست داشتنی هم خیلی فکر کنم لباساشون خیلی هماهنگ، خیلی زیبا، موهاشون خیلی جالبه. فکر کنم در تاجیکستان یا ازبکستان باشه جشن هم به این شکل به نظر میرسه. از اون حضار میگم. دو درمان عشق عاشقانه با هوای دیوانگی، با خودی خودت تو صددی بیگانگی. دل دادم در قفس ببین که افتادم. عاشقانه با هوای دیوانگی، با خودی خودت تو صددی بیگانگی. با خودت دل دادم در قفس ببین که افتادم.
خیلی هر چی بگیم کم گفت. خیلی قشنگ بود، میشه بهترین اجرا 1000 بار گوشش داد و واقعا تقدیم به همه عاشقان. آره. وقتی اسم موسیقی تاجیکستان میاد برای شخص بنده، خب خیلی هنرمندان بسیاری هستن، از قدیم بودن قطعا تا الان، ولی من با اون شبنم سریا میاد جلوی چشم همیشه. یعنی خیلی نوستالژیه برامون. آره، ما خیلی شناخته شده ترین و خیلی مردمی و زیبا، صدا نطخانیای قشنگ. آره. من یادم احساس سن و سالمونم که کم بود، اولین CD-های تصویری که اومده بود مثلا میرفتیم آهنگای مختلفو میگرفتیم برای جشنا و اینها، خب شبنم سریا جان توشون بود همیشه. و اون موقعی هم نمیدونستم تاجیکه. آره دیگه آدم هنوز متوجه نمیشه چون بچه‌ای. ولی خب دیگه کیف کردیم، لذت بردیم. من باز رفتم پایین، برمیگردم بالا. امیدوارم تا اینجا ما همراه بوده باشید. پیشنهاد کنید دورم دیگه کلی ویدیوهای طنز ببینیم، زیبا ببینیم، طبیعت ببینیم از تاجیکستان. حتما واسمون لینک بفرستید. عاشقتونم. به امید دیدارتون با یه پیشنهاد دیگه از خودتون. قربون شکل ماهتون بشم باش به کله هاتون تا یه موزیک دیگه. خدا نگهدار.